میگن که در افغانستان جنگا زیاد است، راکت بارانی است. اینمو تو یک بچه‌ک آمد از قندار، ملا برش گفت که وقتی که تو میروی در کابل گلابی شدید بعدک میشه. یک دفعه این بچه‌ک کالای انفجار در سرش پوشانده بودن و 30 دانه اور بهشت. همین وقتی که تو انفجار خود میکنی 30 دانه اورای بهشت خانمای مقبوله. همون در دروازه بهشت میآید گلا در پیش رویش میباشد. در پیش روی تو را خوش آمدید میده در بهشت. این از حکمتهای پروردگار است. این بچه رو حالی که ما بریم باز دوانجا باز ما تشیر کنیم. هم که رفتی همین که دیدی که در اونجا زنات رویش هیچ بودیم او دیدی موتر خارجی را که چشمایش سوز بودیم او پولیسا را که دیدی در مابین یا کدام گپی بود در اونمونجا برم تکمیت پچیر گرنبت صدا شبا خدا این گرنبت که صدا دروازه بهشت در روی تو باز میشه و 30 دانه اور بهشت همون زنای مقبول خدا نصیب تو میکنی، دخترای مقبول. بیچاره بچه آمد دکمه را غلط کرد، دکمه را عوض بچه خونه بیچاره سینه کش کرد. عاجلی در قوای امنیتی گرفتن، این بچه یک زوف کرد، از ترس زوف کرد. این بردن در شفاخانه و واسکت یای شکشیدن در شفاخانه بردن که سیروم دادن به هوش آمد. بالای سر از یک دونه نرس است، نرس دیگه سعی میکنه حیف جوانای ما جان چطور مقبول است حیف ازی. این دیگه چشمای خود واز کرد. سلام علیکم. اور بهشت هستی؟ کجاست 29 تای دیگه؟ نرس من روان کردم 29 تای دیگه دراست میاد.